های، به اپیزود دوم از پادکست خوش سخن خوش اومدید. امروز قرار درباره این حرف بزنیم که زندگی از دید یک برونگرا چه شکلیه و اینکه اینجایی که میبینید، درسته که الان بک اتاقم نیست ولی من همچنان تو اتاقم زیر یه خونه پتویی که صندلی‌ها رو روش پتو گذاشتم مثل بچگیامون و گفتم اینجا مثلا با هم حرف بزنیم. توی یکی از شورت ها میبینید علتش چیه که ما این زیریم، ولی خب حالا میتونید توی دیسکریپشن لینکشو گذاشتم برید ببینید، خیلی شورت باحالیه. امروز قرار درباره این حرف بزنیم که خب از دید من برونگرا بیرون چه شکلیه. باید اینو بهتون بگم که من به عنوان مثالم یک من نوعیه. همه برونگراها مثل من نیستن، همه درونگراها هم مثل دوست من نیستن. اعلام حضور کن. مثل دوست من نیستن. در نتیجه که قرار نیستش که همه برونگرا تو خیابون باشن و بیرون باشن و همه درونگرها تو خونه باشن. ممکنه که خیلی وقت جاها عوض شه، ولی به عنوان یک فردی که خودش رو برونگرا میدونه و شناخته، این رو بهتون دارم میگم که زندگی از دید من چطوریه. حرف زدن چیز خوبیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه خب اول اینکه اصلا علت این که من این چنل رو زدم این بود که خیلی حرف زدن رو دوست دارم. من از اون بچه‌ها بودم که مامانم بهم میگفت آنشرلی با موی قهوه، یعنی از وقتی از مدرسه می اومدم تا زمانی که بخوابم داشتم یه تک حرف میزدم. حالا این حرف زدن میتونست شامل این بشه که درباره مدرسه حرف بزنم، درباره تخیلاتم حرف بزنم، درباره کارتون حرف بزنم و یا هر چیزی که میتونستم حرف میزدم دربارش. و این حرف زدن حتی الان هم با من اومده و من خیلی وقتا حتی حرفایی میزنم که نمیتونم جلوشو بگیرم و خیلی هیجانی میشم و یهو حرفایی میزنم که دیگه جلوشو گرفتن واقعا دیره، دیگه واقعا دیر میشه. و یکی از چیزایی که واقعا من در برونگراها دیدم اینه که خیلی راحت حرف میزنن. حالا تفاوتش چیه؟ خب من دوستای درونگرای زیادی دارم و خیلی سخت‌تر حرف میزنن، نه اینکه نتونن حرف بزنن، زمانی که با طرف مچ و اوکی میشن و باهاشون صمیمی میشن اتفاقا خیلی راحت خودشون رو بروز میدن. اما بحث اینه که برونگراها صرفا به خاطر اینکه صمیمی شدن بروز نمیدن، در همه حالت خودشون رو بروز میدن. خیلی تفاوتی نمیکنه که با کی دارن حرف میزنن. قطعا با اونی که صمیمی ترن خیلی راحت تر حرف میزنن، ولی خب با همه میتونن حرف بزنن. در نتیجه که واقعا حرف زدن خیلی خوبه براشون و اینکه ارتباطات قوی میتونن پیدا کنن. حالا این ارتباطات تو همه زمینه ها میتونه باشه، میتونه تو زمینه کاریشون باشه، تو زمینه دوستیشون باشه، توی رابطهشون باشه. خیلی راحت میتونن کانکشن های زیادی پیدا کنن. بعد از همه اینا میخوام بدید که مثلا من به شخص چندین بار شده که توی ایستگاه اتوبوس وایسادم یا مترو و دوست پیدا کردم. ببین شاید خیلی از نظر بقیه، من فکر کنم از نظر بقیه عجیب نیست، ولی بعدن که مثلا برای دوستام تعریف میکردم، مخصوصا کسایی که درونگرا بودن، مثلا بهش میگفتم من الان از مترو اومدم و مثلا 3 نفر دوست پیدا کردم. بعد اینطوری بودن که چطور ممکنه دوست پیدا کرده باشی، در حالی که این دوست پیدا کردن خیلی برای من راحت بوده. یه حرفی زدم، یه حرفی زدم و همینطوری مکالمه پیدا کرده. در حالی که مثلا من با بقیه که میرم بیرون، اگر با اونها همچین حرفی زده بشه، خیلی آدمایی نیستن که بخوان ارتباط برقرار کنن و مثلا جواب بدن و مکالمه رو ادامه بدن. در نتیجه که آره، من به عنوان یک برونگرا و فکر میکنم بقیه هم همینطورن از دوستام که میشناسم و برونگران و حتی میانگران، اینطوریان که خیلی راحت تر دوست پیدا میکنن. خیلی خیلی راحت تر از چیزی که فکر میکنید. و حالا شاید اون دوستا صمیمی نباشن، ولی خب ارتباطات زیادی همونطور که گفتم برقرار میشه. حالا این میتونه توی اتوبوس باشه، توی تاکسی باشه، توی خط مترو باشه، توی هر چیزی. یعنی شما کافیه که یک لحظه طرف رو تنها بذارید با دیگری میتونه دوست بشه. با اینکه عموما شنیدید که همیشه یک درونگرا رو یک برونگرا به فرزندی میگیره. ببین شاید خیلی وقتا صدق نکنه ها، خب ولی نه، خیلی وقتا هم صدق میکنه. به شخصه هر دوست درونگرایی رو دارم خودم رفتم بهش پیام دادم و پیداش کردم و از اون حالت انزوا کشیدمش بیرون. بحث درونگرا بودن انزوا نیست، اینه که تو حالت سیف زون خودشونن و نمیخوان از اون خارج بشن. توی یه شرایط اوکی ان، یه گوشه نشستن برای خودشون کتابشون رو میخونن، کارشون رو میکنن و میگن اوکی به من دست نزن دیگه، بذار من کار خودم بکنم، مثلا دلم نمیخواد تو بیای پیش من. در حالی که مثلا یه برونگر که وارد زندگیش میشه، میره تو ریز جزئیات و دیتیل زندگیش قرار میگیره و یکم ممکنه براش اولی سخت باشه ها، ولی خب عموما میگم درونگراها رو پیدا میکنن. اینطوری نیستش که خیلی کم پیش میاد که یه درونگر رو بیاد برونگر رو پیدا کنه و
یک دوستی رو شروع کنه. پیش میاد ولی خیلی سخت‌تر پیش میاد. اگر اون برونگرا پیگیر نباشه این رابطه دوستی کاملا قطع میشه. خونه موندن، اصلا این پروسه خونه موندن خیلی عجیبه. من به شخصه وقتی میگم من به شخصه یعنی این که واقعا خودم رو فقط دارم مثال میزنم. ممکنه شما اگر درونگرا یا برونگرا باشید یه سری از صفاتو پیدا کنید توی خودتون که تو هر کدوم از اینا باشید یا حتی میانگرا باشید و این میتونه برای همتون صدق کنه. من دارم از خودم مثال میزنم و از دید خودم دارم اینا رو میگم. خونه موندن برای من قشنگ کابوسه. کافیه منو مثلا بیشتر از 2-3 روز توی خونه نگه دارید، واقعا خیلی عجیب میشم. رفتارام تغییر میکنه. حالا اگر این خونه نه نوری بهش برسه نه من بتونم صدای آدم ها رو بشنوم، کاملا دیوونه میشم. خیلی سختمه و زمانی که پا میشم میرم بیرون مردم رو میبینم که زندگی همچنان در جریانه، خیلی حس فرش و بهتری پیدا میکنم. در نتیجه خونه موندن برای من اصلا راه حل نیست. حتی برای درس خوندنم ترجیح میدم برم توی کتابخونه بشینم که میبینم بقیه هم دارن این کارو انجام میدن تا اینکه بمونم خونه و تکی تو سکوت بشینم کار انجام بدم. اصلا این توانایی رو من یکی ندارم. تایم کرونا یکی از چیزایی که خیلی به من آسیب زد همین قضیه بود. من نمیتونستم برم بیرون. یعنی اگر یادتون باشه توی پاندمی نمیشد رفت بیرون، نمیشد اصلا کاری کرد و تنها راه ارتباطی ما فضای مجازی بود و خیلی سخت برای من، خیلی سخت. و خونه ما طوری بود که من خیلی دیدی به بیرون نداشتم. واقعا فکر میکنم من بعد از گذشت 9 ماه از پاندمی با اینکه اجازه نداده بودن از خونه خارج شید، من خارج شدم چون دیگه واقعا نمیکشیدم که بمونم توی خونه و برام خیلی دردناکتر بود که میرفتم تو خیابون و آدمای کمی رو میدیدم. خیلی ناراحت کننده بود و واقعا برام سخت خونه موندن. خیلی سخته و کاملا رفتارم عوض میشه بعد از چند روز خونه موندن. و اگر خودم تقاضایی رو داشته باشم که خونه بمونم و این بازه خیلی طولانی بشه، حتما باید نگران من بشن، حتما. چون اصلا خیلی عجیبه که من این تایم طولانی و خونه بمونم و تحمل کنم و جیک نزنم و ساکت باشم. واقعا نمیشه، اصلا امکانش نیست. خب حتما باید برم بیرون. اصلا توانایی اینو ندارم خونه برم. البته که این خونه موندن همیشه هم خوبی نداره. ببینید این بیرون رفتنای زیاد، صرف انرژی زیاد، صرف وقت زیاد، ارتباط زیاد با آدما باعث میشه که اون باتری انرژی هر چقدر، حتی اگه مثلا شما فکر کنید بی نهایت انرژی دارید، بالاخره یه روز تموم میشه. من توی 20 سالگی فکر میکردم که اوکی این انرژی من همیشه میمونه، من همیشه میتونم دوست پیدا کنم، من همیشه میتونم برم بیرون آدم جدید ببینم، من همیشه میتونم دوستای مجازی که پیدا میکنم رو باهاشون قرار بذارم برم بیرون، از اول آشناشم، از اول بپرسم که چه چیزی مورد علاقه شونه و بوم من سنم رفت بالاتر و انرژیم اومد پایین تر و دیگه نتونستم انرژیم رو صرف چیزهایی بکنم که فکر میکردم میتونم انجام بدم و گاهی فکر میکنم که کاشکی اون انرژی رو سیو میکردم، چون این امکانش هست که شما سیو کنی در صورتی که بشناسی خودت رو و بدونی که داری انرژی زیادی رو صرف میکنی. خونه موندن یه وقتا واقعا خوبه. وقتی که به این حد میرسی که دیگه نمیتونی انرژیت رو کنترل کنی و خیلی زود به ته میرسه، خونه موندن یه چیزیه که باعث میشه شما اون انرژی رو دوباره به دست بیاری. البته که این خونه موندن بستگی به خونه‌ای که داخلشید، محیط خونه و جوی که دورتونه هم واقعا اصلا بستگی داره، ولی خب باز هم خونه موندن خیلی یه وقتا کمک کننده است. پس اینطوری نباشید که حالا حتی اگر برونگرایید و مثل من که خیلی سخت میتونید تو خونه بمونید، اصلا سعی نکنید که مثلا کل هفته رو خونه باشید یا کل هفته رو بیرون باشید. سعی کنید یه تعادلی بینشون برقرار کنید، چون واقعا آسیب میزنه به آدم. آخر روز که میاد میبینه تموم شده و دیگه انرژی برای فرداش نمیمونه، واقعا هیچ انرژی نمیمونه. چیزی که در بقیه خیلی عجیبه اینه که من گاهی وقتا حرف نمیزنم. برای دوستام که درونگران معمولا اون عجیبه که یه وقتا یهویی شروع میکنن به حرف زدن، مثلا حرف حتی داری شروع میکنی به حرف زدن و ارتباط مثلا با ما اوکی، در حالی که مثلا زمانی برای من عجیبه و برای اطرافیانم مخصوصا عجیبه که دیگه حرف نمیزنم. گاهی واقعا انقدر حرف ها زیاد میشه توی سرم
و دلم میخواد بگم، ولی با توجه به تجربیاتی که داشتم حس میکنم که مناسب نیست گفتن این حرفها. این حرفها همینجوری میمونه میره اینجا و من دیگه نمیگم. خیلی وقتا شده که من توی جمع بودم و خیلی دوست داشتم که حرف بزنم، ولی یهو ساکت میشم. یهو حس میکنم که خب دیگه از اینجا به بعد لازم نیست حرف بزنم. و واقعا میگم وقتی من حرف نمیزنم حالم بده. خیلی ها اینطورین، خیلی هم اینطوری نیستن. خیلی هم اینطورین که خب وقتی ما حرف نمیزنیم اوکییم، با ما حرف نزنید. ولی خیلی ها هم مثل منن، فکر میکنم حداقل. در نتیجه اگر شما برونگرایی رو، یک فرد برونگرا رو دیدید که مثل منه، خیلی از رفتارها و شباهت‌ها رو داره با من و خیلی از تایما حرف میزنه و ناگهانی دیگه حرف نمیزنه، بدونید که تو بد مخمسه‌ای افتاده. اینکه ماها نتونیم حرف بزنیم یعنی مشکل و یا اون حرف بزرگتر از چیزی که بشه به زبون آورد و واقعا بیان کردنش خیلی سخته. من خیلی از روابط دوستیم رو به خاطر این از دست دادم که افراد انتظار داشتن من مثل حالت عادی بیام و حرف بزنم و مشکلاتمو بگم، در حالی که این امکان پذیر نبود، چون اون مشکلات خیلی بیشتر از اون حدی بود که من تصور میکردم که بشه به زبونش آورد و نیاز داشتم که اول هندلش کنم تا بعد بتونم به زبون بیارم. پس اگر شما دوستی مثل من دارید، من همچنان نمیدونم کجا رو دارم نگاه میکنم، اگر شما دوستی مثل من دارید و گاهی وارد یه مخمسه سکوتی میشه و نمیتونه ارتباط بگیره، نمیتونه بگه. این نیستش که نخواد حرف بزنه، ممکنه حتی خیلی طول بکشه ولی نمیتونه بگه. و مرسی از همسایه عزیزم. سعی کنید فقط باهاش کنار بیاید و بهش بگید که کنارشید، چون گاهی واقعا بعضی از دردا قابل بیان نیست. گاهی وقتا اصلا اون چیزی که گفته میشه اهمیتی نداره و خیلی راحت میشه گفته شه و اون لحظه میشه گفت برون ریخته شه، ولی خیلی چیزا هم نمیشه گفته شه و خیلی سخته بیان کردنش. واقعا بهشون نزدیک بمونید، ترکشون نکنید، چون واقعا حس بدیه که فقط به خاطر اینکه تو نمیتونی خودتو بروز بدی ترکت کنن. و سعی کنید که کنارشون بمونید تا زمانی که خودشون بتونن پذیرای این باشن که اون درد رو هندل کنن و بهتون بگن که چه مشکلی پیش اومده اون وسط. در نهایت من خیلی وقتا دوست ندارم که اینقدر برونم میگرد. واقعا دوست ندارم. ماها هر کدوم به نحوی چیزی که دیگری داره رو دوست داریم. من برونگرا دوست دارم درونگرا باشم، فرد درونگرا دوست داره برونگرا باشه. موهام بلند دوست دارم کوتاه باشه، موهاش کوتاه دوست داره بلند باشه. موهام صاف دوست دارم فر باشه، موهاش فر دوست داره صاف باشه. ماها همیشه بیشتر مواقع دوست داریم چیزی که دیگری داره رو داشته باشیم و من هم از این قضیه مستثنا نیستم. خیلی وقتا دلم میخواد که درونگرا باشم، خیلی وقتا دلم میخواد که حرف نزنم، چون گاهی گفتن یه سری چیزا هیچ دردی رو دوا نمیکنه، بلکه اوضاع رو بدتر هم میکنه. خیلی چیزا نباید گفته شه و گاهی من به شخص این کنترل رو ندارم و میگم. خیلی وقتا هیجان زده میشم و حرفایی که نباید رو میگم، حرفایی که تو اون لحظه واقعا جاش نیست که گفته بشه. خیلی وقتا اذیت کننده است، واقعا اذیت کننده است که از تو یهو انتظار دارن که بری و با همه بجوشی و با همه اون کانکشن رو برقرار کنی و بمونی پاشو، هر روز جواب پیام بدی، هر لحظه جواب زنگ بدی، همیشه اون انرژی رو داشته باشی، در حالی که یک روز انرژی تمام میشه. چون انرژی قرار نیستش که مادام العمر باشه و یک روز تموم میشه، یک روز هم تموم نشه. انسان در پایان هر روز خودش میفهمه که چقدر انرژی رو از دست داده و من خیلی وقتا دلم نمیخواد انقدر انرژی رو از دست بدم. خیلی وقتا دلم میخواد که یک انسان درونگرا باشم که ساکت یه گوشه نشستم، کتابمو میخونم، کارم رو میکنم و فارغ از هر جواب دادن پیامی و جواب ندادن پیامی دارم زندگیمو میکنم. و این خیلی سخته، چون که بقیه از تو این انتظار رو ندارن
مخصوصا وقتی هرچی سنتون بالاتر باشه و مثلا دیرتر به این برسید که خب من الان نیاز به یک گوشه خلوت خودم دارم، درکش برای بقیه سخت‌تره. چون اینکه ببینن شما بعد از 20 سال زندگی، 20 و اندی سال زندگی، 30 سال زندگی، یهو اینطوری شدید که دوست دارید کنج خودتون داشته باشید، براشون اصلا قابل فهم و درک نیست. خیلی سخت میشه که بیای و فرد مقابلت رو قانع کنی که آقا منم حق دارم که یه تایمی برای خودم داشته باشم. و خیلی وقتا وقتی این اتفاق نیفته شما کم کم حس میکنید که خودتون رو دارید از دست میدید، چون که هر کسی انتظار داره که با خودش بتونه یه تایمی رو خلوت کنه و ماها ازمون انتظار میره که تایمی رو برای دیگران بذاریم همیشه و انرژی داشته باشیم، در حالی که ما واقعا نیاز داریم تایم زیادی رو برای خودمون بذاریم. پس اگر شما هم برونگرایید و اگر شما هم این مشکل رو دارید که انرژیتون تموم میشه، وقتشه که برای خودتون تایم بذارید. وقتشه که موقع بیرون رفتن، اگر واقعا حوصله ندارید با بقیه برید بیرون، خودتون برید. اگر واقعا حوصله ندارید که خرید برید، اصلا میتونید نرید، میتونید خونه بمونید. گاهی به این فکر کنید که خرید آنلاین هم بد چیزی نیست، یکم هرس میخوری نهایتا. یکم به خودت اهمیت بدی، یه تایمایی رو ساکت داشته باشی و در سکوت به آهنگ گوش بدی یا کتاب بخونی در سکوت، و یه تایمایی دلت میخواد که زنگ بزنی با بقیه حرف بزنی. من به شخص خیلی این اتفاق برام افتاده و اون لحظه اینطورم که خب نه، شاید لازم نباشه الان زنگ بزنم با کسی حرف بزنم، چون که ممکنه چیزهایی رو بگم اون لحظه که بدتر بشه حسم و بیشتر حس سنگینی کنم تا اینکه اوه سبک شدم با یکی حرف زدم. به خودتون سخت نگیرید. ممکنه که فکر کنید درونگرا بودن خیلی راحت تره، در حالی که این هم نیست. هم اون ور سخته هم این ور سخته و میانگرا بودن همیشه یه چیز پرفکته، نه افراد نه تفرید. ولی از اونجایی که خیلی از ماها مثل من نمیتونیم کنترل کنیم اون برونگرا بودن، اون انرژی، اون هیجان رو، و توی یک زمان خاص یا بوم میترکه، بهتون پیشنهاد میدم که به خودتون سخت نگیرید. اگر جایی حرفی زدید از روی هیجان که اشتباه بود، مثل من نباشید که خودتون سرزنش کنید. اشکال نداره، اون انرژی شما بوده، ریخته بیرون و ذوق کردید و اون هیجان رو بروز دادید و ممکنه که اولین چیزی که به ذهنتون اومده رو گفتید، در حالی که نیاز نبوده اون لحظه. ولی اشکال نداره، ازش میگذرید، بزرگ میشید، انرژیتون به مرور میاد پایین‌تر و امیدوارم که روزی نرسه که بگید ای کاش همون انرژی رو هنوزم داشتم و کمتر ازش استفاده میکردم. عادی ازش استفاده کنید و سعی کنید که باهاش کنار بیایید. بهترین راهه، حداقل الان که من بهش فکر میکنم. اگر شما موضوع دیگه ای دارید که پیشنهاد بدید و یا اینکه اگر فکر میکنید که درونگرا هستید و دوست دارید درباره اون هم حرف زده بشه، به هم بگید و بگید که درونگراها چه مشکلاتی رو دارن، تا من فکر میکنم 90% آدمای افرادم درونگران، ازشون بپرسم و جمع حرفاشون رو بهتون بگم، یه ویدیو درست کنم. در نتیجه حتما برای من کامنت بذارید. اگر شما ویژگیایی دارید که مثل منه و توی این ویدیو بهش برخوردید، اینطوری که دقیقا منم همینطورم، حتما برام کامنت بذارید، دیسکریپشن رو بخونید، یه سری نکات درباره برونگرایی رو اینکه چطوری بتونید کنترلش کنید گذاشتم براتون و حتما منو سابسکرایب کنید. ممنونم از اینکه این اپیزود اینجا بودید. مراقب خودتون باشید. بای بای.